در شهر ژنو تا چند ساعت دیگر هیئت حکومتی تاجیکستان در حضور نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان ملل گزارش می‌دهند. نمایندگان مقامات تاجیک خواهند گفت که در چند سال گذشته برای بهبود وضع حقوق انسان چه کارهایی را انجام دادند. بررسی گزارش حکومت تاجیکستان برای اجرای عهدنامه بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در زمانی صورت می‌گیرد که حکومت را برای زیر پا و محدود کردن حقوق بنیادی و سیاسی و آزادی بیان بسیار تنقید می‌کند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه من از او اول درباره موضوعهای اساسی نشست پرسیدم. بله شهلا، در نشست 10 نفر از نمایندگان کمیته از مقامات تاجیکستان میپرسند که چرا مثلا سال 2014 در خاروق مرکزی بدخشان مناقشه صورت گرفت و چندین نفر هلاک شدند، چرا دولت تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع کرد، رهبران را به زندان انداخت. مثلا در فهرست سالهایی که به حکومت پیشنهاد کردند این هست که گزارش‌ها درباره با انگیزه‌های سیاسی بستن حزب نهضت اسلامی و محاکمه‌های ناعادلانه اعضای حزب را شرح بدهند. سوال دیگر هم از مقامات تاجیکستان این می شود که برای چی در تاجیکستان مقامات تنقید را قبول ندارند و گوناگون اندیشی سیاسی به نظر نمی رسد. مقامات تاجیکستان مثلا یوسف رحمان باید این گزارش ها را شرح بدهند که چرا در تاجیکستان برای ریش گذاشتن تنبیه می دهند و یا بعضی زنان را مجبور می کنند که حجاب نپوشند. طاهر، بر اساس مقررات سازمان ملل سالها گاه پیشکی مطرح می شوند. مقامات تاجیکستان آیا به چنین پرسش ها جواب دادند؟ در واقع مقامات پیشکی به سوالهای زیادی جواب دادند و این جوابها 36 صفحه را در بر میگیرند. مثلا در باره مناقشه خاروق گفتند که این حادثه ها هیچ انگیزه سیاسی نداشت و عملیات نظامی که آنجا گذشت برای محو گروه جنایی بود که جنایت‌های سنگین صادر کردند و از جمله عبدالله نظرف سردار ریاست کمیته امنیت ملی را در بدخشان کشتند. حکومت درباره حزب نهضت باز هم گفته است که حزب در آشوب نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 دست داشت و برای همین سازمان تروریستی و تندرو نامیده شد و فعالیتش را هم قطع کردند. ادعایی که حزب نهضت اسلامی کاملا رد می‌کند. حامیان حقوق هم به کمیته حقوق بشری سازمان ملل گزارش‌های زیادی درباره آزادی‌های سیاسی و مدنی پیشنهاد کردند و از جمله در یکی از آنها گفته می‌شود که در تاجیکستان مخالفان کاملا از بین برده شدند، مطبوعات مستقل وجود ندارد و دهها خبرنگار از ترس جان و تهدید از طرف مقامات به خارج گریختند. در عموم مکالمه نمایندگان تاجیکستان با اعضای کمیته سازمان ملل 2 روز ادامه می‌کند و ما البته جریان آن را چه در این برنامه و یا وبسایت رادیو آزادی انعکاس می‌کنیم. با سپاس از طاهر سفر برای صحبت. خوب منتظر میمونیم که در جلسه امروزه چی گفته و چی شنیده می شود.